33 ساله که ما رسم داریم مامان 12 فروردین یه خروار لوبیا درست کنه تا ساعت 7 صبح 13 به در کنار املتی که همیشه عمو بزرگه توی طبیعت درست میکنه با یه شاپوری قهوه خونه ای 13 به در رو شروع کنیم. عمو اول تابه رو داغ میکنه، بعد روغن رو میریزه توش که تابه نچسب شه. بعد 3 قاشق رب گوجه فرنگی رو توی روغن با حرارت متوسط تفت میده تا عطر و رنگش آزاد شه و بوی خامیش گرفته بشه. یکی از دلایلی که باعث میشه رب توی غذاها رنگ و طعم بهتری داشته باشه همین تفت دادن رب به اندازه است. نکته بعدی اینه که نمک و فلفل سیاه رو 1 دقیقه توی رب و روغن تفت بدین تا عطر بیشتر و بهتری به غذا بده. حالا یه ترفند برای یک دست شدن املت های قهوه خونه ای اینه که وقتی رب و ادویه ها تفت خوردن نصف فنجون آب سرد رو بریزین توش تا به یه سس رقیق برای املت برسیم. بعدم تخم مرغ ها رو بشکنین توش. من برای این مقدار رب 10 تا تخم مرغ در نظر گرفتم که یکیش کف آشپزخونه شکست و 9 تا تخم مرغ رفت قاطی رب‌ها. نکته ای که در مورد تخم مرغ ها عمو همیشه بهش اشاره میکنه اینه که اول سویده رو همزنی که چه خوره بگیره بعد چی سراغ زرده. این کار باعث میشه بافت املت در نهایت یک دست‌تر بشه و هر کدوم از اجزای املت به اندازه بپزه. بعدم تا املت صفر نشده مامانمو صدا میزنه که ماسوم اون لوبیا رو بابار. مامانم سریع لوبیایی رو که رو آتیش پخته میبره پای تابه و بدون سسش میریزتش کنار املت. روشم روغن زیتون و گلپر و آب لیموی تازه میچکونه و آخ آب دهنم را افتاد. حالا شما هم مثل ما از صبح 13 به در میزنین تو دل طبیعت که صبحونه و ناهار و شام رو بیرون بخورین. اینجاست که کل فامیل با شاپوری و سیر و باقالی خودشونو خفه میکنن جاتون خالی. حالا شما چه رسومی برای 13 به در دارین؟